سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با غذاهای خوزستان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. خورش آلو، موادش پیاز، تمر هندی، گوشت گوسفند، آلو خورشتی، خلال بادام، شکر، گل، زعفران، نمک و ادویه است. برانی باقلا سبز. موادش ماست ساده پرچرب، پیاز داغ عسلی، حبه سیر، باقالا گرد لیمو، شیوید یا شبت، نمک و فلفل. پلو شوشتری. موادش برنج، بیبیاچش بلبلی، شیوید خشک، فیله مرغ مکعبی، زعفران، نمک، فلفل سیاه، کره و روغنه. ترکیب بادمجان شوشتری. موادش بلغول گندم یا گمنه، بادمجان، تره خرد شده، سبزی پرپین یا خرفه، زردچوبه، آب، نمک، فلفل، پونه، لیمو ترش و آرد گندم. سیر باقالا. موادش باقالا، سیر، پیاز، رب انار، نعنا خشک یا پونه، نمک، فلفل و زردچوبه است. گمنه. موادش گمنه آبی، آب مرغ، پیاز، روغن و نمک. آش گوشت بلغور اندیمش. موادش بلغور، برنج نیم دونه، عدس، لوبیا، نخود، گیشنیز، جعفری، تره، گوشت گوسفندی، کش، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پیاز داغ، نعنا داغ و سیر داغ. مطبگ. موادش مرغ، برنج، جعفری، نمک، فلفل، زردچوبه، زیره، گل میخک، کاری، دارچین، کشمش و سیب زمینی. دال عدس. موادش دال عدس، سیب زمینی، تمر هندی، سیر، پیاز، روغن و ادویه است. خورش سرانگشتی جنوبی. موادش گوشت چرخ کرده، پیاز، تخم مرغ، سیب زمینی، آب لیمو، گوجه فرنگی، ربه گوجه فرنگی، دارچین، نمک و فلفل. سنبوسه گوشت. موادش نان لواش برش خورده، گوشت چرخ کرده، پیاز درشت، جعفری، ربه گوجه فرنگی، حبه سیر، تخم گیشنیز، پودر زیره سبز، دارچین، تخم مرغ همزده، زردچوبه، نمک، فلفل و روغن. سنبوسه سیب زمینی. موادش لواش برش خورده، سیب زمینی آب پز، جعفری خرد شده، کره، فلفل قرمز، تخم گیشنیز نیمکوب، زیره سبز، نمک و فلفل سیاهه. قلیه ماهی. موادش قلیه ماهی جنوبی، سبزی قلیه، گیشنیز و شنبلیله، ماهی جنوبی، تمر هندی و ادویه‌جاته. پاکوره. موادش آرد نخود خام، تره خرد شده، آب ولرم، تخم مرغ، زعفران، فلفل قرمز، نمک و ادویه است. محلبیه. موادش شیر، آرد، وانیل، گلاب، نشاسته ذرت، شکر، خامه صبحانه و شکلات سفیده. نافله خوزستانی. موادش گوشت چرخ کرده، آرد نخودچی، پیاز، نمک، فلفل، زردچوبه، سرکه، شکر، روغن یا کره، نعنا و آبه. دوستان مرسی تا اینجا همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بهتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.